درود بر مردمان پارس. من شاه طهمورث هستم، سومین پادشاه ایران، معروف به طهمورث بیوبند و زیناوند، یعنی دارای ساز و برگ جنگی. نام من تهمتن هم گفته شده است. من فرزند پادشاه هوشنگ بودم، از نوادگان کیومرث، بنیانگذار سلسله پیشودادی. نام مادرم گوزین بود و نام فرزندم جمشید. من بعد از مرگ پدرم به پادشاهی رسیدم. من یک وزیر زیرک به نام شهراسپ داشتم. با نصایح او پادشاهی دادگستر گشت. دیوان خواندن و نوشتن را به من آموختند. من بر 7 کشور فرمانروایی داشتم. من شهرهای سمنان و الیپی را به وجود آوردم. من از ایزد اندروایه جویای پیروزی بر دیوان بودم. من یک بار در کوههای البرز بر دیو سوار بودم که دیو من را بر زمین انداخت. بعد از مرگ من دیوان با وعده‌ای زنم را فریب دادند. اهریمن همسر من ابریشم بافی یاد دادند. در آموزه های من به چیدن و رشتن پشمبز بود. پسرم جمشید مرا از شکم دیو بیرون کشید. این گفته های من را شنیدید. این را از آقای پوریا پرناک قدردانی می نمایم. ایزد شما را نگهدار.